برادری پرسیدن در شرکتی کار میکنند، صاحب شرکت مجبورشان کرده که باید روزی خود را بخورند، پس اینها چی کار کنند و دیگر کارهای دیگری هم برشان پیدا نمیشه، به خصوص در این وقتی انتشاری مرض. برادری محترم، اولا باید شما با صاحب شرکت در تفاهم بوده باشید، چون کار با روزه کدام تصادمی ندارد. انسان میتواند کار کنه و میتواند روزی خود بگیرد. در اثنای کار اگر حالتی بسیار سختی بالایش پیش شد، خطری مرگش بود، هلاکتش بود و زیاد ضعف و ناتوانی را احساس کرد، در روزی از روزه ها در کار خلال کار، در او صورت میتواند که روزه خود بخورد، باز او روزه قضا بیارد. و اما کاری که با روزه در تصادم است، باید انسان برای او کار رای حلی پیدا کند، یا ساعتهای کاری را کم کند تا اینکه روزه سری روزه فشار نیارد، یا اینکه کاری که در تصادم است ایره به روزه های دیگری تبدیل کنه، به ساعتهای دیگری که، یا به شب یا به وقت دیگری که در اون روزه ها یعنی روزه از پیشش فوت نمیشه. پس در این صورت باید یک راهی را برای روزه و برای کار خود بسنجد. اما اگر کار کاملا در تصادم بود با روزه، یعنی هیچ امکان نداشت، یا کار یا روزه، در این صورت انسان روزه را انتخاب کنه، اختیار کنه و کار را بگذاره. پس هر چی که برای الله گذاشته میشه به خاطر الله، الله برای از او راه ها پیدا میکنه، مخارج پیدا میکنه، راه های سهولت، راه های رزق. الله تعالی میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی از خدا ترسید، الله راه های رزق برش باز میکنه و راه های سختی را برش آسان میکنه. پس شما فکر نکنید که ولی همین شرکت اگر ما از شرکت بیرون شیم رزق ما قطع میشه. نه، رزق شما در جاهای دیگری هم یافته میشه. پس بهتر از شما کار شرکت ترک کنید و رزق الله زیاد است، و اگر براتون سخت است یک مقداری یا چند روزی کار ندارید، کار پیدا نمیکنید، چند روپیه از برادرها و دوستایتان قرض کنید، زندگی خود چند روز استمرار بتین تا اینکه در روزهای بعدی موفق به کار میشین، الله راه دیگری را براتان باز کنه.